امروز در قصر ملت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای راهبران هیئت‌ها وزیران کارهای خارجی دولت‌های اعضای سازمان را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات وضع فعلی همکاری دولت‌های اعضای سازمان و مسئله‌های آمادگی به جلسه جشنی شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همه اشتراکچیان جلسه را به تاجیکستان خیر مقدم گفته با کار آنها بهر نائل گردیدن به هدف‌های در پیش گذاشته سازمان برای کامیابی آرزو کردند. مورد ذکر است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از مؤسسان سازمان همکاری شانگهای می باشد و در سالگرد 20 تأسیس سازمان تاجیکستان رئیسی را در این تشکیلات با نفوذ بر عهده دارد. تاجیکستان رئیسی را در سازمان همکاری شانگهای مطابق پرینسیپ های پیشتر اظهار شده متصلی، برابری، همدیگر فهمی و احترام موقع هر یک دولت عضو اجرا می کند. وظیفه اساسی رئیسی تاجیکستان از آن عبارت است که در یکجایگی با دیگر دولت‌های اعضا و مقامات دائمی رشد منبعد پیشرفت سازمان تأمین کرده شود. تاکید نمودند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. ذکر گردید که در دوره 20 سال فعالیت خود سازمان همکاری شانگهای همچون یک تشکیلات منطقوی راه تشکلیابی خود را با موفقیت طی نموده در بین ساختارهای بین المللی جایگاه سزاوار را اشغال نمود. در این مدت سازمان تمام مسئله‌های روزنامه بین المللی و منطقوی را از سیاست تا امنیت، اقتصادیات و همکاری گومانیتری فرا گرفت. سمت مهمترین فعالیت سازمان همکاری شانگهای تأمین امنیت می باشد و ضمن ملاقات جانب‌ها مسئله‌ها عاید به مبارزه دستجمعانه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی سلاح و مواد مخدر را محاکمه کردند. ضمن بررسی مسئله‌های امنیتی در منطقه و در افغانستان تاکید گردید که تاجیکستان با در نظر داشت شدت یافتن وضع در افغانستان با استفاده همه سطح‌های بسیار جانبه جهت بررسی مشکلات این کشور همسایه چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده ایستاده است. برای رسیدن به هدف‌ها و تأمین رشد سازمان پیشنهاد گردید که کشورهای اعضا و مقامات دائمی سازمان همکاری شانگهای باید بهر تطبیق عملی برنامه‌های قبول شده از قبیل استراتژی رشد تا سال 2025 همکاری را پیوسته ادامه دهند. در ملاقات امروزه وزیر کارهای خارجی ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف، وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین وان ای، وزیر کارهای خارجی فدراسیای روسیه سرگئی لاوروف و وزیر کارهای خارجی هندوستان سوبرامانیام جایشانکر سخنرانی کردند. برآمدکنندگان به سطح بلند تشکیل کارهای جانب تاجیکستان در دوره ریاست در سازمان همکاری شانگهای بهای ارزنده داده به جلسه جشنی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه کامیابی ها آرزو کردند.